اقربای مخدوم عیسام‌الدین قریب یک عصر پیش از آن طرفی آمو از ترس بلشویکان به افغانستان فرار کردند. اکثری آنها دانشمندان و مردمی دارا بودند. در شاعران نویسنده ها داملا سیبا از بخارا اومدی، از کلاب مهاجر زیاد هست که مثل داملا سیب عبدالحکیم دشت جمی دیگه، داملا سیب عبدالله که این قبرش طرفتره که از چارچشمای کلاب های داملا سیب غش به نام داملا برات که قبر در مرکز ولسوالی است، یا مهاجرای هستند که از تاجیکستان به این طرف اومدن. چند دهه را در ولسوالی خواهان بدخشان افغانستان مهاجران آن طرفی آمو بنیاد کردند. آنها از سال 1920 تا آخرهای سالهای 30 که دوره مقاومت شخصان نارضا از نظام شوروی در مناطق جنوبی تاجیکستان است به اینجا آمدند. خود یعنی زندگی و دارایی را ماندن و خودشون و دینشون گرفته و از اونجا از دریای آمو عبور کردن به سرحد افغانستان آمدند. نیروهای بلشویکی در دست اول روحانیون و شخصان ثروتمند را تعقیب می‌کردند و گاهی هم آنها قتل و غارت می‌شدند. قشلاقی که قریه‌ای که از همون وقت تا به حال مانده به نام قریه چشمه توت، این همینجا زندگی داشته و به اصلاح دین و آیین خود قایم گرفته و مانده. آخر سالهای 30 عصر گذشته رحمت الله عثمان با اقربایش از شوروی فرار کردند. او 9 ساله بود. هر لحظه آن روز را چون دیروز در خاطر دارد و همچنین زجرهایی که در غریبی کشید. وقتی که بعد ما مهاجر شدیم، از بعد حکومت افغانستان وقتی که باز نادرشاه را کشتن، بعد ظاهرشاه که در سر تخشیش مهاجر در این سرحدا بعد نمان، مهاجرا ما را به دائمی درواز کوچ دادن، بردن در بغلان، ولایت بغلان، در اونجا در محبس بغلان بندی، در هم محبس بغلان بابیام و پدرام و مادرام همونجا گشتگی و تشنگی را مردن. حالا رحمت الله دکاندار است، 90 ساله است و 15 فرزند و 67 نبیره دارد. بعد از انقراض شوروی به تاجیکستان آمد، تبار خود را زیارت کرد. بین تاجیکستان و افغانستان نظامی روادید است. رفت و آمد با خویشاوندان که دریای آمو آنها را از هم جدا کرده است برای آنها ترتیبی سنگین دارد. بسیار با مشکل ویزا را میگیری که حتی حکومت در افغانستان دیگه واسطه بازی است. آنها بر اینند که بعد انقلاب اکتبر وطنی سابقشان آباد و زیبا شده است. اما انقلاب اکتبر چون صحنه تار تاریخ و روز فراق از اقربا و وطن در یادشان مانده است، هنوز هم زجر آن را میکشند.